برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم بینندگان محترم. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. گیرودارهای سال 2020 هم مال تاریخ شد. اینک پرچالشترین سال در 70 سال آخر به پایان خود رسید. امروز در برنامه از گیرودارهایی که در این سال گذشت مختصر یادآور می‌شویم. این سال با خبر پیدا شدن ویروس کشنده نو با نام کووید 19 شروع شد و با همین خبر که شمار گرفتار شدگان به 83 میلیون و جان باختگان 1,800,000 رسیده است، با ناطه امیدوار کننده شروع واکسین زنی در بیشتر کشورهای جهان به پایان میرسد. بحران اقتصادی هم که از پی ویروس شروع شد، بزرگترین بحران در 70 سال آخر گفته می شود. در نتیجه این بحران اقتصاد کشورها از 10 تا 30% خردتر شد. صدها هزار شرکت و کارخانه ها مفلس شدند و ایندوستری فراغت و استراحت و خوراک عمومی تقریبا از فعالیت باز ماند. 10 میلیون نفر جای کار خود را از دست دادند، از جمله حدود میلیون مهاجر تاجیک که یا بنابر بسته شدن راه ها در کشور ماندند یا بنابر کرانتین ها از کار دائمیشان محروم شدند. تاجیکستان هم از بلای ویروس و بحران جهانی اقتصادی کنار نماند، بلکه بنابر بی‌مسئولیتی و ناعهده‌برایی رهبرانش در مابین‌ترین نقطه این گرداب قرار گرفت. حکومت از گرفتاری همگی 12,000 مرگ 90 نفر از اثر ویروس کرونا میگویند، اما طبیبان و کارشناسان به این نظرند که شمار گرفتاران در کشور صدها هزار و جان باختگان هزارهاست. تنها شمار آنهایی که از مرگشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر داده شد نه کمتر از 1000 نفرند. همچنین حکومت تاثیر پاندمی به اقتصاد کشور را خیلی کمتر از بودش نشان می‌دهد و به همان رشد بیشتر از همسایه ها تاکید می‌کند. اما کارشناسان میگویند تنها از حساب ورود پول مهاجران به کشور 40-50% کمتر شده، اقتصاد هم نه کمتر از 30% کوچکتر شده است. اگر برای همه کشورهای جهان سال نو 2020 فاجعه و بلاآور بود و آن را سال نحس تعبیر می کنند، برای تاجیکستان سال نو اجدادی نیز بلا و مصیبت آورد و نه کمتر از سال نو میلادی. پیشوا نخواست رقصی آماده کردهش برای جشن نوروز و سرود و شعرهای در وصفش ایجاد شده را لغو کند و زمانی که کرونا ویروس در کشور سیر میکرد و نقطه جوشش شهر خوجند و اطراف آن گفته میشد، در همین شهر جشن عمومی جمهوریوی نوروز را برگزار کرد. با بی‌اعتنایی به دعوت متخصصان کارشناسان داخلی و خارجی از جمله سازمان با نفوذ بهداشت جهانی، عید نوروز جشن گرفته شد. این جشن که دیرتر مردم آن را جشن سرخوری نوروز عنوان کرد، باعث شد ویروس در کمترین مدت به تمام کشور پهن شود. مقامات تاجیکستان تا دیر وجود کرونا ویروس در کشور را اعتراف نمی کردند و تنها یک روز پیش از سفر نمایندگان سازمان بهداشت جهانی مجبور به اعتراف شدند. سبب این پنهانکاری حکومت را کارشناسان در این میدانند که امام علی رحمان نمیخواست وجود کرونا ویروس به کرسی رقم 2 کشور شناندن پسرش سایه افکند. در این سال پرفاجعه تاجیکستان 10 فرزند فرزانه‌اش را از دست داد. عالمان، طبیبان، گنرال ها و هنرمندان زیاد ما را ترک گفتند. و گفت روزها مرگ های از پی کرونا ویروس گویا مرگ های زکسنای بودند.
امسال 12 گنرال از بین رفت. شمار پروفسوران، دکتران علم، نامزدهای علم هم کم نیست. طبیبان کم نیستند. خودی از پی کرونا ویروس، با گرفتاری به کرونا ویروس، ما را ترک گفتگان از حساب کارمندان نظامی، طبیبان و عموما زیایان ملت 80 نفر میگذرد. از 90 نفر، از 100 نفر هم میگذرد. حالا که در تمام تاجیکستان طبق معلومات رسمی تنها 90 نفر فوتیدند. در سالی که اکثر کشورها جشن و مراسم و معرکه های سیاسی را به تأخیر گذاشتند، تاجیکستان نه تنها جشن نوروز، 2 انتخابات هم برگزار کرد که پایه های حکومت خانوادگی امامعلی رحمان را به قوت کرد. در انتخابات پارلمانی وکیلان 2 پلات پارلمان با رئیسانشان عوض شده، رستم امامعلی پسر 32 ساله رئیس جمهور به کرسی ریاست مجلس ملی تکیه زد و نفر دوم در کشور شد. پدر یکم، پسر دوم. من بعد در صورت بیماری، کار ناشایمی یا مرگ امامعلی رحمان، طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، اداره دولت به طور اتوماتیکی به دست پسرش رستم امامعلی میگذارد. در انتخابات ریاست جمهوری خود امامعلی رحمان با کسب 92% آوازها کرسیش را حفظ کرد و برای 7 سال دیگر اگر زنده ماند رهبر حکومت و رئیس جمهور باقی میماند. پنهانکاری های حکومت در ارائه آمار پاندمی، بی‌مسئولیتی و فسادکاری مقامات باعث شد 10,000 مهاجر کاری کشور روزها و هفته ها در فرودگاه های روسیه و کشورهای دیگر جهان سرگردان شوند. در حالی که کشورهای دیگر جهان بازگشت شهروندانشان به وطن را در کوتاه‌ترین مدت تامین کردند، مقامات تاجیک چیکار کردند؟ 10,000 شهروندی جامدان و پشتی خود را در سراسر جهان رها کردند تا آنها بر ضمن عذاب‌های دیگری مهاجرت، عذاب سرگردانی‌ها در فرودگاه‌ها را نیز بچشند. حتی شروع برگردانیدن شهروندان به وطن که مقامات آن را چون اقدام خیرخواهانه پیشوای ملت جلوه دادند، اصلاً بیزنس خانوادگی رئیس جمهور بود. در حالی که بیشتری کشورها به پول یا با ارزانترین قیمت شهروندان خود را انتقال دادند، قیمت بلیط های سامان ایر، شرکت هواپیمایی متعلق به خانواده امامعلی رحمان، تا $1,500 فروخته می شد. حتی بیچاره مردم، بیچاره مهاجران بر ضمن پول چیپته، پول بلیط به چندین نفر میانه رو رشوه میدادند تا بلیط به دست بیارند. این شرکت خانوادگی پیشوای ملت در سخت‌ترین و وزنین‌ترین و مصیبت بارترین حالت ملت خودش را غارت کرد. امسال هم آزادکنی شرکت‌های متعلق به خانواده رئیس جمهور و منوپول سازی بیزنس ادامه کرد و پارلمان چند شرکت و ساختمان‌های اعضای عائله را از انداز آزاد نمود و فرزندان امامعلی رحمان چند بیزنس دیگر را منوپول کردند. یکی دیگر از شرم‌آورترین رویدادهای سال دزدی کمک‌های خارجی از جانب فرزندان دامادهای رئیس جمهور بود. از صدها میلیون دلار کمک پولی و 10,000 تن کمک‌های محصولاتی چیزی به مردم نرسید و جز چند کیلو کارتاشکه پوسیده و 3 لیتری روغن. این 3 لیتری روغن هم که قسمی از طبیبان دریافت نکردند. در این سال پرمصیبت پس از 3 سال اعلان با تنطنه رئیس جمهور درباره افسانه شدن لیمیت برق دوباره برگشت و 2 ماه دراز مردم را در سردی ها به تاریکی فرستاد.
مقامات اول کمبودی برق را به پایین رفتن سطح آب، سپس به تعمیرهای جاری نسبت دادند، اما دیرتر دوباره بهانه‌شان تغییر کرد و سبب کمبودی آب اعلان شد. همچنین مقامات گفتند فروش برق به خارج پوره قطع شده است، اما دیرتر معلوم شد میلیون ها کیلووات برق فروخته شده است، حتی در ماه نوامبر، در زمانی که شهروندان کشور و صاحبان اصلی همین برق در تاریکی و سردی می نشستند. مردم، صاحبان اصلی دار و مدار همین کشور شمایید. ببینید هموطنان عزیز، وقتی در خانه اتان چیزی از شما زیاد میکند، بعد به همسایه میدهید، بعد به یک نفر دیگر میدهید. وقتی خودتان به یک چیزی نیاز دارید، مگر به یک نفر دیگر میدهید؟ نه، پیش از همه نیاز خودتان را برطرف میکنید. انا همین صاحب برق تاجیکستان که در تاجیکستان استحصال میشود، ای هموطنان عزیز، شمایید از خودتان زیاد کند، بعد باید به دیگران داد، بعد باید به همسایه خود داد. لیکن این حکومت مردم بی برق در سردی می نشینند، برق را به خارجی ها می تهند. امسال قرض خارجی تاجیکستان هم با سرعت بالا رفت و از مرز 40% مجموعه محصولات داخلی عبور کرد. نقشه بودجه اجرا نشد. هزاران معلم دیگر کارمندان بودجه ماهانه خود را سر وقت دسترس نمی کنند. کارمندان ساختمان عصر، نیروگاه برق آبی راغون 7 ماه است که حق حلال خود را گرفته نمی توانند و به مزد کار می کنند. هرچند این سال پر از درد و غم و مصیبت و گرفتاری بود، رویدادهای هم داشت که امیدها را به آینده نیک بیشتر کرد. یکی از چنین رویدادها بیداری سیاسی بی سابقه مردم، حداقل در 25 سال اخیر، به خصوص مهاجران است. هزاران مهاجر امسال صدای اعتراض خود را در شبکه‌های اجتماعی بلند کردند و این شمار روز به روز در حال افزایش است. همین مهاجران بودند که ما را وادار کردند ما از یک رسانه رادیویی به رسانه تلویزیونی مخابره‌ای تبدیل یابیم. اقدام تلویزیونی مخابره‌ای شدن کنیم. انا همه مهاجران بودند. شب و روز میپرسیدند که در تاجیکستان پدران ما، مادران ما، اهل عائله ما از رویدادهای جهان بیخبرند. روزی دراز افسانه های پیشوای ملت میشنوند. روزی دراز از کدام یک بهشت با نام تاجیکستان، از کدام یک سیاره خبر میدهند که ما در اصل آن را نمیبینیم و ما میخواهیم خبرهای اصلی و خبرهای واقعی را آنها بشنوند تا اندازه چشم روی ملت، چشم روی مردم باز شود و از حقیقت حال باخبر شوند. انا همین طور در کشور هم صداهای اعتراضی تا رفت بالاتر می شوند. تا 1 سال قبل مردم اگر حتی از بحث سیاسی و گفتگو در این موضوع فرار میکرد، امروز در معرکه و جمامت ها، توی و سور و عزا و محفل ها صداهای اعتراضی و ناراضگی هرچه بیشتر شنیده می شود. امیدواریم در سال نو این بیداری سرعت بیشتر کسب می کند و آزادی در انتظار را به مردم اذیت دیده تاجیک ارمغان می آورد. تماشابینان گرامی، با همین آخرین برنامه دیدگاه در سال 2020 به پایان رسید. به خاندان یکایک شما در سال نو میلادی فیض و برکت، بردباری و کامیابی
و موفقیت به هر یک شما خواهانم. یک چیز دیگر، با کمال تأسف به بینندگان عزیز میرسانیم که بنابر تعطیل های کریسماسی که در اروپا جاری است در این شب و روزهای سال نو و در استراحت بودن مسئولان ماهواره، شروع پخش برنامه های پیام تیوی از ماهواره به تأخیر می افتد. ما از بینندگان عزیز عذر میپرسیم و باور میکنیم که حتما نه دیرتر از 10 ژانویه حتما پیام تیوی به ماهواره خواهد پیوست. با هم باشیم، با ما باشید، امید داشته باشیم که ان شاء الله از 10 ژانویه پیام تیوی را از شبکه ماهواره‌ای از توسط ماهواره تماشا میکنید. سلامت باشید. خیر تا سال دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net